سلام. امروز اومدم یکم راجع به خودم باتون حرف بزنم. یه تایمی که خیلی حال و هوام بد بود، خیلی روزگار رو بد میدیدم، زندگی بر وفق مرادم نبود، شرایط بدی داشتم. اونایی که منو داشتن توی اینستا، بعضیاشون که خیلی بهم لطف داشتن میومدن مینوشتن که چه تازیتا، چرا حالت بده. حالم بد بود دیگه، ولی یه جا به خودم اومدم گفتم که آزیتا، هیچ کس نجات دهنده تو نیست، هیچ کس نمیاد دست تو بگیره بگه پاشو حال تو خوب کنم. خودت فقط میتونی که این حال خوب به خودت بدی. خدا همه چی رو جفت آفریده، غم و غصه و شادی، دل خوش، دل بد، همه چی جفته به نظر من. اینکه تو چیشو بخوای برداری مهمه، حال خوبه رو برداری، غمه رو برداری. خلاصه یه روز به خودم اومدم و گفتم که پشو جمع کن خودتون. رفتم توی جنگلی یه چاله کردم، تمام غمم، غصه هامو، دلنگرانی هامو، گذشتم و همه رو ریختم تو اون چاله، خاکش کردم. کنار همون چاله نشستم و کلی مدیتیشن کردم. از اون بعد خیلی حالم بهتر شد. سعی کردم همش با پستای انگیزشی، با انرژی‌های مثبت، با آدمایی که حال خوب بهم میدن و با اونا بیشتر در ارتباط باشم، چون به نظرم انرژی منفی آدما خیلی خوب جذب میکنن. سعی کردم آدمایی که انرژیشون منفیه رو از خودم دور کنم. مهمتر از هر چیزی این که یاد گرفتم فقط اولویتم خانوادم باشن، چون تو هر شرایطی فقط اونان که کنارتن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، میخوام بهتون بگم که هیچ کسی نمیتونه شما رو نجات بده، فقط خودتونین که میتونین حالا خودتون خوب کنین. فقط اینو یادتون باشه که وقتی صبح از خواب بیدار میشین نگین ای وای باز صبح شد، بگین وای خدای شکرت که تونستم روزو ببینم، تونستم خانوادم رو ببینم، تونستم قشنگی ها این دنیا رو ببینم. چون واقعا من این شکلی بودم و هیچ چیزی نداشت برای من، ولی الان که وقتی بلند میشم و خدا رو شکر میکنم خیلی حس قشنگی تری بهم میده، خیلی حال بهتری دارم. اینکه صبح چه مدلی بلند شی خیلی مهمه، خیلی چیز مهمیه، چون تا شب اون حاله رو خودت میتونی تعیین کنی که صبح بلند شی چه شکلی بیدار شی. چقدر موتور رد میشه از اینجا، چجوری بیدار شی و حال دلت چه مدلی باشه. شما هم نظرتون اینه که هیچ کسی نجات دهنده آدما نیست؟ این پایین برام بنویسید. خیلی دوستتون دارم و خیلی حس خوبی دارم که الان تو این حالم و به همتون توصیه میکنم که غماتون رو بذارین کنار. همیشه غم هست تو زندگیامون، صحنه قشنگ زندگی رو ببینین، نه صحنه تلخ زندگی رو.